به برادران شیعه خودم بگم در این روزها به بهانه عزاداری حضرت فاطمه زهرا چه اهانت ها و توهین هایی که به اعتقادات اهل سنت نمیشه، به نخستین شاگردان پیامبر صلی الله علیه و سلم به بهانه دفاع از حضرت فاطمه زهرا به داماد حضرت زهرا توهین میشه، به پدر خانم رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین میشه. من نمیدونم، میخوام یه اطمینان بدم به برادران اهل تشیع خودم. من به شما اطمینان میدم و قسم یاد میکنم، به خدا قسم شما سنی پیدا نمی کنید که با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم عداوت داشته باشه. به خدا پیدا نمی کنید. من به عنوان یک طلبه از طرف جامعه اهل سنت میگم هر اهل سنتی که اهل بیت پیغمبر رو یکیشون رو حتی قبول نکند، چه برسه به حضرت زهرا که گل سرسبد زنان بهشته، اون رو ما جز اهل سنت نمیدانیم، اون ناسبی است. اگر میشود که این همه آیات در مورد اهل بیت در قرآن هست، این همه روایات هست، بعد ما اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو قبول نداشته باشیم؟ آن حضرت فرمودن صلی الله علیه و سلم فاطمه بضعة منی، فاطمه پاره تن منه. پاره تن پیغمبر رو کسی میشه قبول نداشته باشه؟